که از امت بود او راست کو دیده گریان میکند او جستجو جستجو کردن همین مولود را نام مولود و سر و پاسود را ورد و سازد روز و شب شام و سحر دوروخی خود را کند با اشک و تر اندر آن راهی سفر سازد خانمان حق بخشاید بهشتی جاودان هر کی مولودی محمد مصطفی بشنود با جان و دل شام و صبا روز محشر از شفاعت با نصیب باز می بیند جمال آن حبیب هر که مولودی شریفی نور حق خود به دست آرد کشاید یک ورق مردی امی باشد آن غنچلب بحر خواندن می کند مناطلب ساعت بنده بود از خدای خویشتن خرسنده بود از عشقی محمد بیقرار دل جهانی کرد چو ابری نوبهار یا محمد گفته از جامی دوید یا محمد گفته از جامی پرید یا محمد گفته گریان می شدی در علاوی عشق بریان می شدی الخلاصه هر نفس آن شاه را یاد می کردی حبیب الله را در ربیع الاول نیکو حساب خیر احسان می نمون مالی حلال بهر مولودی نبی او خانمان سر کرده جمله دادی آشنان مردمان را خوب جافن می کند قصه شیرین روایت می کند شوهرش گفتا که نگاری نازنین گلزارم نوبهارم مهجبین یک پیغمبر بود او محبوب حق فخر آدم خانمش مرغوب حق رحمتا للعالمین گفته خدا هم شفیع المذنبین گفته خدا مخلوقات را شاه اعلایش همان بحر رحمت در یکتایش همان نام او گفتا محمد کرد و کار در کلانی خیش ای شیرین نگار هم به توران نام او مذکور بود نام نیکش کرده بر مستور بود وصف ذاتش داده در انجیل خبر بی خطا هر یک کتبی معتبر نام او با نام الله از یکی قرین کمترینی شاکرش روح الامین این جوان ناشر بروی مصطفی خیرها می سازد از راهی خدا این حکایت کرد گوش آن مهجبین با فغان و ناله افتاد در زمین وصف پیغمبر شنیدم اون شلب با تشید جسم از خدادم و عجب بود از دل طاقت و صبر و قرار خواند اوصافی روحی آن گلزار رفته رفته شوقی او بعد از آن نوری کانی فهم و عقل سوی اسماعیل نموده از منف
زیو به چندین اولیاها می گذشت، انبیا و اصفیاها می گذشت. با طریقاتی مسلسل آن گوهر صدفی بسیار را شد زیر فر. هر کی را کی بود این نور جلوگر، می شد آن کس بین خلقان معتبر. او نمیرفت از پی بیهودگی، پاک بودی از همه آلودگی. عاقبت آن نور دریای شریف، کرد اولادی مطلب را صدف. که شفاعت خواه جمله خاص و عام، باز گویید الصلاة والسلام. الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله، الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق الله. حرام سوی کعبه شد ران در نصف شب، با کمال احترام و با ادب. با خداوند او مناجات می نمود، هم مناجات و ریاضت می نمود. عهد و پیمان کرد و گفت پادشاه، یا کریم و یا رحیم و یا اله، کن به من فرزند نرین عطا، در رهت قربان کنم یا ربنا. این چونین می گفت و می کرد او فغان، ای بزرگ جد سلطان جهان. حق ببخشید به او فرزند خوب، مهر آن فرزند بودش در قلوب. نام آن فرزند عبدالله کرد، حسن رویش ای بروی ماه کرد. آن بود فانوس شمع نور ذات، آن بود دریای گنج معجزات. آن بود صبح سعادت مرتبه، آن بود نور هدایت مجمعه. خدا کردن رسول آن حریری پاک بودی غرق خون، هرچی گاهی خون شود از وی برون. آن سیاه رویان که در این ماجرا، جون تورات خان هم رفت آزما. هر زمانی که به تقدیر خدا، خون شود پاک از حریر دلکشا. یعنی خونی حضرتی یحیی شهید، چون برون آید شود کرده سفید. آن زمان مولود عبدالله شود، وقت ذل جمله گمراه شود. آن تولد می شود و از آن همان، یک پسر که ذات او شمع جهان. نام والایش محمد می شود، جمله عالم منور می شود. دین او دینی نصاری و یهود، ملتی جمله مزلینی انید. جنتی دایم بهار، یک مرسه تاج با نور و گوهر، هم براق باد پای تیز پر. هلیو که تار پود از نور باد، هر که در بر می کنند مست و مسرور باد. این همه مجموعه ها را ساز کن، باز سوی آن حبیب پرواز کن. بازگو با او پیامم ای امین، که همین شب سیر کند عرشی مبین. کرد فرمان حضرتی رب الجلیل، سوی جنت کرد پرواز جبریل. طرفت العین ره جنات النعیم، گشت اندر جنتی عالی مقیم. هلو تاج و مرصع خواسته، هم براقی باد پا پیراسته. می گذشت از سبززاری بیگران، صد هزاران دل براقان نودوان. در میان آن براقان یک براق، می چرید از سبزه دشتی فراق. غیر آن دیگر همه خرسند بود، با چریدن جملگی در بند بود. در میان آن یکی لب بسته بود، لاغر و مجروح جسمش خسته بود. کرده بود آب و علف بر خود حرام،
شام درد هجران میکشید هر صبح و شام میشد از چشمان و دریا روانش میزد گردم هجران به جان هر طرف میکرد او حیران نگاه تا ببیند ناگهان روی ما دید آن بیچاره را روح زمین که هر شوقت شد به او نزدیکترین که گیرد دل برد نوری بسر چون که آن دم پیک رب العالمین دوست جمله انبیا روح الامین مژده داد و براق را شاد کرد از جمعی درد و غم آزاد کرد کرد آن یاقوت سرخی جلوگر نقش در زین کرد از دور و گوهر جمله را آماده کرد آن زمان با براق شد جانبی احمد روان در سرای مهانی او رسید یا محمد گفته خوش داده نبی حق سلامت کرد بسیار فزون حق پیامد گفت بسیاری فزون بعد گفتا که حبیبم امشب است نور رحمت را قریبم امشب است عرش و کرسی را تماشا می کند هفت آسمان را قدم جا می کند من منتظرم جمله هورانی بهشت هور هم غلمان و رضوانی بهشت عرش و کرسی صدره و هم نوح فلک حاملانی عرش مجموعی ملک می نماید آرزوی مصطفی خاکی پایت را بسازد توتیا این شبان شب که همه مشتاق خواه واصلی وصلت شود شاخا سرمه سازن خاکی پایت را به چشم گفته های جان فزایت را به چشم کرد پیامی حق عیان روح الامین گفت ای ماهی فلک مهری زمین از او اثر طرفت اللیل ام رسولی محترم ما در بیت مقدس و قدم گفت آن لب جبریل بر مصطفی به خاکی پای دین عالم فدا مسجد اقصی نمایش جلوگاه این طریق حکم فرمانی خدا تا که از گردی براقد این مکان خاک شد چون نور سرمد داشتم ما در اقصا قدم آن شمع دین در سرش پروانه بود روح الامین اندر آنجا روح جمله انبیا جمله حاضر شد به فرمان خدا آن همه کردن محمد را تواف زوره روشندلان سینه صاف بود آنجا حلتی عالیمان انبیای و اقتدا کردن تمام جملگی کردن زور کرد نماز بود همین فرمان شاهی بینیاز روح پاکان بود بر احمد سلام باز کردن جملگی نیکو صفات سوی آسمان میل کرد شاهی جهان بعد این کردن ایشان را ودا یافت اندر روی صخره و خراب بعد آنجا شد براقی را سوار مانده از نور از برایش ناردبان شد براق بر روی آن ناردبان روان صخره هم میگشت آن ساعت روان گفت احمد صخره در جایت بمان این طریق ما صخره در هوا کرد پرواز سوی آسمان مصطفی سیدن گشتن بر خوابی عرق این همه تقدیر کرد ربی فلک هر عرق ها مثل مرجان و گوهر کرد پیدا آن تنی خیر البشر گشت پیدا توفه گلها آن سفید بوی سید اندر آن گلها پدید
الرها كيزي جبريل قشت فوش سوق كلها سوقها في المباش هر عرق کی گشت پیدا از برو این همه گلهای رعنای فرا فرمان سود پیر ربی لال نما راه رستم را به امت نما گشت به فرمان خدا شاه جهان لا مکان مانده بر صدر روان منتظری او بلند روح الامین نزد او آمد رسول عالمین روح مبارک باد ای خیر البشر زن کراماتی که شب یافتی خبر بود در صدره براق و جبرئیل شو سوار آن لحظه محبوبی جلیل کرد پرواز آن براقی برکنو جبرئیل